ساکنان باخترشهر بوستان در فضای صلح و آرامی و آسودگی کشور امروز از صبح صادق با اشتراک ملکه نوروز از چهار کنار شهر وارد گردیده با ساکنان و مهمانان مژده بهار و نوروز را می‌رسانند. تدبیر مذکور با تشبث مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر باختر راه اندازی گردیده در آن صدها جوان دختران با برنمودن لباس‌های ملی از جمله اطلس و ادرس، چکن و دیگر لباس‌های ملی اشتراک نموده ایستادند. مورد ذکر است که با تشبث به واسطه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان نوروز مقام جهانی را کسب کرده است و آن همساله در تمام شهر و ناحیه‌های مملکت با شکوه و شهامت خاصه تجلیل کرده می شود.